امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی مهم باهاتون صحبت کنم. لایه برداری پوست. ببین، لایه برداری پوست فوق‌العاده است. پوست ما مثل کارخونه است که دائم داره سلول‌های جدید تولید میکنه، ولی اگر این سلول‌های مرده از روی پوستت نرن و باقی بمونن، این سلول‌های جدید نمیتونن خودشون رو نشون بدن و بدرخشن و تو یه پوست کتر با منافذ باز و غیره داری. چند تا راهکار وجود داره که شما لایه برداری کنید. یک، اسکراب. استفاده از اسکراب میتونه خیلی کمک کننده باشه. گزینه‌های بعدی میتونه پیلینگ‌های آنزیمی باشه برات یا پیلینگ‌های شیمیایی. فرق اینا چیه؟ ببین، پیلینگ فیزیکی یا همین اسکراب یک لایه برداری فیزیکی برات میکنه. لایه برداری فیزیکی به چه صورته؟ این دونه‌های شنی ریزی که توش داره برات لایه برداری خیلی خوب میکنه، سطحیه و پوستتو خیلی نرم میکنه. بعدش اینطوری میتونم بهت بگم. ببین، و این یکی چی بود؟ پیلینگ آنزیمی. پیلینگ آنزیمی خیلی خوبه، باحاله. پیلینگ آنزیمی یا پیلینگ های شیمیایی که آلفا هیدروکسی اسیدها یا بتا هیدروکسی اسیدها هستن که روی محصولات معمولا اینا میخونه. پیلینگ های آنزیمی، آنزیما میان وارد عمل میشن و اون لایه مرده رو برمیدارن. توی پیلینگ های شیمیایی هم اون آلفا هیدروکسی اسید یا اون بتا هیدروکسی اسیده میان این کار رو انجام میده. معمولا آنزیمی یا شیمیایی نسبت به اون اسکراب فیزیکیمون لایه برداریش عمیق‌ترن، یعنی بهتر عمل میکنه. درجه بندی بخوایم بگیم از کم به زیاد: اسکراب، پیلینگ آنزیمی، بعدم اسیدها که هیدروکسی و آلفا هیدروکسی و بتا هیدروکسی اسیدها هستن. خیلی خوبن، خیلی تاثیر دارن برای پوست‌هایی که حساسن، نازکن، خشکن. من معمولا پیلینگا رو پیشنهاد میدم. برای کسایی که میخوان عمیق‌تر باشه، عمقی‌تر باشه تاثیر، ما شیمیایی ها رو پیشنهاد میدیم که حرفه‌ای ترن و توی کابین های فیشیال معمولا فیشیالیست ها باید این کار رو انجام بدن. و برای کسایی که پوستای چرب دارن، مختلط دارن و پوست زخمی دارن، اسکراب گزینه فوق‌العاده‌ایه. استفاده از اینها، اسکراب های آنزیما، هفته 1-2 بار کافیه، چون بیشتر از حدش به پوست آسیب میزنه و سد دفاعی پوست تو از بین میبره. عملاً با لایه برداری دائم تو کار خوبی برای پوستت نمی‌کنی. ولی اگه این لایه برداری کنترل شده باشه و طی یک روند خاص باشه و مرتب به صورت هفته 1-2 بار باشه، فوق‌العاده جواب میده و میتونی یه پوست عالی برای خودت درست کنی. حرفه‌ای‌ها هم که اون اسیدا بود، ماهانه 1 بار توسط فیشیالیست. ببین، بعد از لایه برداری پوستت خیلی خوب میشه. فرق اینا چیه؟ اسکراب برای شما یک لایه برداری فیزیکی انجام میده با دونه های شنی که داخلش داره و پوست شما رو نرم‌تر میکنه. پیلینگ های آنزیمی این لایه برداری رو توسط آنزیم ها انجام میدن و نسبت به اسکراب عمقی‌تر عمل میکنه و حرفه‌ای‌تر و بهترش نوع شیمیاییه که پیلینگ های شیمیایی هستن که تو سرم های مختلف وجود دارن. حالا آلفا هیدروکسی اسیدها، بتا هیدروکسی اسیدها میتونن این گزینه ها باشن که اینو باید فیشیالیستا و به صورت حرفه‌ای اونا انجام بدن. لایه برداری باید اصولی انجام بشه. اگر اصولی انجام نشه، سد دفاعی پوستت رو از بین میبری و پوستت نازک میشه، حساس میشه، حتی به خاطر اشعه‌های آفتاب ممکنه که لش هم بیاره. پس خیلی حواست به این نکته باشه. هفته 1-2 بار استفاده از لایه برداری مثل اسکراب یا پیلینگ آنزیمی کفایت میکنه و بعد از 4-6 هفته یک تأثیر فوق‌العاده می‌بینید. پیلینگ های شیمیایی هم که بهتون گفتم توسط فیشیالیست ها و توی فیشیال های تخصصی باید انجام بشه. مراقبت های بعدش خیلی مهمه. پوست بعد از لایه برداری مثل یه بچه میشه، احتیاج داره به مراقبت. ضد آفتاب و فراموش نکن. حتما دائما باید ضد آفتاب بزنی و زیاد و با تمدید که اون مراقبت مورد نیاز پوست رو داشته باشی، در برابر آفتاب آسیب نبینه.